خیلی وقتا گم میشیم. 4 تا لقب بهمون دادن. ما در اسلام تقدسگرایی نداریم. هیچ شیخی و هیچ شخصیتی نباید اجازه بده مردم خم بشن دستش ببوسن. تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. احترام و حرمت و محبت یه چیز دیگه است، اما خم شدن، دست بوسیدن، این تقدسگرایی سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. افرادی پایبند بودن، مسلمان بودن، مؤمن بودن، به جایی رسیدن که ادعای خداوندی کردن. مرید و مرادی درست میشه، عبادت ها تعطیل میشه. به جایی که مردم رو دعوت به سوی خدا بکنه، دعوت به پرستش خودش میکنه. یه پرستش غیر از محبت، افراد در محبته. همدیگه رو دوست بداریم، با همدیگه مصافحه بکنیم، همدیگه رو تو آغوش بکشیم، مشکلی نداره. اما خم بشن بندگان خدا دستش ببوسن، هر کسی باشه. تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. چقدر این خدایان ساختگی، پیرای طریقت و این مریدای بدبخت دین و ایمان ازشون گرفتن، به جایی که خدا رو راضی بکنن همینجور میلرزن جلو شیخاشون، جلو این قلب باید آزاد بشه. آزادی این قلب، این که از عبادت عباد در بیاد و به عبادت رب العباد داخل بشه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میخوای دلت بزرگ بشه؟ الم نشرح لك صدرک. قرآن دل انسان بزرگ میکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. ایمان، عقیده و توحید، صبور بودن،